جمهوری اسلامی افغانستان، پایتختش کابل. جمهوری اسلامی افغانستان یکی از کشورهای آسیای جنوبی به حساب رفته. با 7 کشور هممرز است. سال 1919 استقلالیت به دست آورده است. مساحتش 652,000 کیلومتر. اهالیش زیاده از 40 میلیون. دارای 34 ولایت است. دین رسمی آنها دین اسلام است. افغانستان استقلالیت خیش را از بریتانیای کبیر به دست آورده است بعد از جنگ سیوم انگلیس و افغان.